صبح خیر بینندگان گرامی، با شما یک روز خوب و پربارا را تمنا داریم. برنامه نویدی بامدادی را با خبر و گزارش های تازه از تاجیکستان و جهان من امردین علیموف تقدیمتان میکنم. امروز جمعه 25 ایون است و ساعت در دوشنبه 11. نخست نظر میکنیم که امروز درباره کدام موضوع میگوییم. در دوشنبه شخصانی از 18 ساله بالا را واکسینه میزنند. معاون سروزیر روسیه گفت در ساختمان ها 5 میلیون مهاجر کاری نمی رسد. مقامات خبر بازداشت زنان تاجیک در قرقیزستان را تحقیق می کنند. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که همه شخصانی از 18 ساله بالا در شهر دوشنبه بر ضد کرونا ویروس ام کرده می شوند. مقامات هدف از واکسینه زنی را پیشگیری از انتقال و پهن‌شوی کرونا ویروس گفتند. بر اساس اعلان وزارت تندرستی که روز 25 ایون اعلان شد، همه شخصانی از 18 ساله بالا در شهر دوشنبه برای گرفتن واکسینه باید به مرکزهای سلامتی محلی زیستشان مراجعت کنند. تصمیم برای واکسینه زنی ساکنان پایتخت در حال گرفته شد که روز 23 ایون شهردار دوشنبه دستور داد که چراهای بهداشتی برای پیشگیری از پهن‌شوی این بیماری روی دست گرفته شود. تاجیکستان تاکنون حدود 492,000 وایه واکسینه های استرازینیکا و کرونا واک گرفته است، ولی مقامات از بی‌توجهی ساکنان به گرفتن واکسینه نگرانی کردند. طبق اطلاع مقامات در حال حاضر حدود 100,000 نفر ضد کرونا ویروس ام شدند. مقامات در شرایط با واکسینه زنی عمومی ساکنان دوشنبه آغاز کردند که بیماری کووید 19 در کشور دیگر بار خروج کرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان بعد از 10 ژانویه امسال همواره از ثبت نشدن حالت‌های گرفتاری با کووید 19 خبر میداد، اما در پس منظر خبرها از گرفتاری 10 نفر در منطقه‌های گوناگون کشور با کووید 19 مقامات روز 21 ایون خبر دادند که حالت‌های گرفتاری به این بیماری دیگر بار ثبت شده است. کارمندان بیمارخانه مخصوص گرفتاران کرونا ویروس در ناحیه زنگیوته نزدیک شهر تاشکند ازبکستان که 600 کد دارد از گرفتاران وبای کووید 19 پر شده است. پزشکان گفتند بیماران را از ولایت‌های تاشکند، سمرقند و نمنگان به این بیمارخانه می‌آورند. پزشکان ازبکستان از آن نگرانند که احتمال دارد نوع هندی کرونا ویروس به ازبکستان نیز رسیده است. در همین حال وزارت حفظ تندرستی ازبکستان از ساکنان دعوت دارد که واکسینه ضد کرونا ویروس بگیرند. مراد خوسنولین معاون سروزیر روسیه روز پنجشنبه 24 ایون گفت در 2 سال آینده به ساختمان‌های روسیه باید نزدیک 5 میلیون مهاجر مهنتی جلب کرده شود و از گوبرناتورهای ولایت‌های روسیه دعوت کرد که مسائل حقوقی حل این مشکل را کارکرد کنند. خبرگزاری اینترفاکس می نویسد که در ابتدای ماه مارس امسال وزارت ساختمانی روسیه از نارسایی نزدیک 1.2 میلیون کارگر در ساختمان‌ها خبر داده بود. در همین حال مسئولین مرکزهای پژوهشی روسیه میگویند در 10 سال آینده اهالی قابل مهنت روسیه 7 میلیون کم می شود. مسئولان جماعت خیسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروف میگویند در پی معلوم کردن حادثه بازداشت زنان تاجیک از طرف اختیاریان ناحیه لیلک قرقیزستان هستند. مطلوب جورابوی و یک مسئول جماعت خیسته‌ورز به رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن زنان این جماعت خبر دارند، ولی حالا باید معلوم شود که چگونه آنها از سرحد عبور کردند، چون که بعد مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل عبور شهروندان به خصوص زنان را به طرف زمین‌های همسایه منع کرده بودند. گفت او گفت واقعا برای تأمین زندگی زنان هر سال در کشت‌های ناحیه لیلک کار می‌کردند. رسانه‌های قرقیزستان از جمله 24 کگ با پخش نواری ویدیویی گروه زنان را نشان دادند که از طرف اختیاریان قرقیز در وقت عبور به طرف دهه اقعریق ناحیه لیلک بازداشت شدند. به نقل اختیاریان قرقیز آنها یک ساکن لیلک در ماشین پورتر آورد که در وقت کار در صحرای کلوندو دستگیر شدند و گویا به قول آنها مرز را غیر قانونی عبور کردند. درگیری‌های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو جانب 10 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. این مناقشه مناسبت دو کشور را سرد کرد. مستند درخت دوستی 2 ماه بعد از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نمایش داده می شود که در نتیجه آن از دو جانب 10 کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. جنگی که مثل تبر زدن بعد درخت دوستی دو کشور همسایه بود. فیلم مستند 2 قهرمان مرکزی دارد، یکی تاجیک قرقیزستانی و دیگر قرقیزی تاجیکستانی. گزارش همکارم شهلای عبدالله درباره همین فیلم است و حالا آن را با هم تماشا میکنیم. دو طرفه من به بال میشد، یک طرفه نه.
یک گویی میکنم که اولادا اصلش بگیرید اگر ملت من اونجنده اولادم نیست من اونجنده که اولادای من دور ترنده لیکن همچون ملت قرقیز دیدم در میکند همچون تاجیک اینجا هم کسا زندگی کرده اینجا هم در میکند اما ممکن نشود این تو کنند چیز لازم جنگ این خرابی بوری توجیف درباره وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نقل میکند. توجیف قرقیز است اما سالها باز در تاجیکستان زندگی میکند. او قهرمانی فیلمی مستندی درخت دوستی است که روزهای نزدیک نمایش داده می شود. من فکر نمی کردم که تو به این حد گرم میپذیرم در اونجا. همه وقت ما میبینیم که مثلا مسئله های مرز خیلی احساسی مثلا حل میشن. خیلی مثلا بسیار نفرها نمیخوان همه خیلی من فکر میکردم لیکن برعکس وقتی که من این گونه شک که پیشنهاد میکنم گفتم همه همراه من بودن در وقتی ثبت فیلم. فیلم مستند دو قهرمانی مرکزی دارد، یکی تاجیک قرقیزستانی و دیگر قرقیز تاجیکستانی. ثبت مستند هنوز پیش از مناقشه های مرزی شروع شد. آن را با نظرداشت تنش های پیشین میان ساکنان و مرزبانان دو طرف تهیه می کردند. حالا دانشجو بودیم وقتی سالهای 2011 12 13 بود که از همون وقت دیگر در این منطقه یکی از منطقه‌های داغ به حساب می رود و هم تیز تیز مثلا بحث ها سر میزنند بین مردم مناقشه میشد و دیگر پرابلم های دیگر. از همون زمان من میخواستم درباره این منطقه درباره اون من همین موضوع یگان چی آماده کنم، یگان مواد ویدیویی است، یگان فیلم است، یگان گزارش مخصوص است. این درخت اول درخت آلوچه بود. نام فیلم هم به گفته کارگردان از این صحنه گرفته شده است. شاخه گیلوسی که از قرقیزستان به تاجیکستان آورده شده با درخت آلوچه محلی پیوست و حالا دو نهال از یک ریشه آب میخورند. باید همین گروه های فیلمسازی زیادتر فیلم ها خالصانه سازند، نه اینکه مثلا امروز در قرقیزستان فیلم ها ساخته میشد یک جانبه و همه وقت جانب تاجیکستان مثلا متهم میکنن که تاجیکستان جنگ شروع کرد و دیگر چیز. این گونه فیلم ها بیشتر مثلا نفرت زیاد میکند در سرحد. فیلم های سازند که مردم به هم بیارد، مردم مثلا متحد کند. مستندی درخت دوستی 2 ماه بعد از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نمایش داده می شود که در نتیجه آن از دو جانب 10 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. جنگی که مثل تبر زدن به درخت دوستی دو کشور همسایه بود. در بخش یک روز در تاریخ خیرامان بقازاده شما را با مهمترین تحولات تاریخی روز 25 ایون آشنا می کند. 25 ایونی سال 2015 دادگاه ولایت ختلان حکم کرد که برهان عبداللهев رئیس زندانی بازار اینام و روزنامه سمک به رحمت الله سعداللهев دادروس پرزیدنت تاجیکستان برای پس زدن شأن و اعتبارش 75000 سومانی جبران دهند و هفتهنامه ردیه نشر کند. پیش از این محب الله سعداللهев دادروس دیگری پرزیدنت بر سر تقسیم بازار اینام در شهر توس با عبداللهев بحثی طولانی داشت. برهان عبداللهев بعد 3 سال زندان به آزادی برآمد. 25 ایونی سال 2013 در دوشنبه کتاب با نام چند حیات سوزانده شده جانهای ربوده شده معرفی شد. این نخستین کتاب بر اساس حکایه های واقعی قربانی های شکنجه در تاجیکستان به خاطر بالا بردن آگاهی مقامات و جامعه از شکنجه در بازداشتگاه و زندان ها می باشد. 25 ایونی سال 2015 اتحادیه بین المللی محافظت طبیعت مرخور یک جانور زیبای کوهستان تاجیکستان را از فهرست جانوران در ورطه نابودی بیرون کرده است. این سازمان میگوید با اینکه سرشمار مرخور افزایش یافته است، در صورت فعالیت بی‌بندوبار انسان احتمال دوباره کم شدن این نوع بوز کوهی وجود دارد. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در نسبت اسعار خارجی برای امروز 25 ایون چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، در همینجا برنامه نویدی بامدادی به انجام میرسد. شما خبرگزاریش ها را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی تماشا میکنید. در دوام روز همکارانم شما را باز با خبرهای جالب و دیدنی آشنا میکنند. خیر تا بازدید.